سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و بینندگان شبکه یوتیوب و فیسبوک. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید و من این ویدیو را نام گذارم با نام 70م ویدیو. یعنی که دیروز یک چند روز شد که رژیم رحمانوف و او سگ بچه هایی که رحمانوف چی ویدیو چی در یوتیوب چی در فیسبوک کردم زیاده از 69 ویدیو بیست است. نسبت من آنها پرونده آغاز کردم با زیادتر. یعنی که من با طریق 69 ویدیو ابرشن این حکومت رحمانوف همچون یک حکومت ظالم دیکتاتور و ناعدالت نشان دادم در جامعه تاجیکستان و در یگان ویدیو نسبت مردم یگان خصومت بعد یا که نسبت وطنم برعکس من نسبت وطن کوشش و تلاش کرده ایستم که تا که مردم از این ظلمت از این رژیم دیکتاتوری رحمانوف نجات بیاوند. اما متاسفانه این رژیم خودکامه رحمانوف چیکار کرده است؟ پدر ما را دیروز بوده است در کمیته امنیت یا که وزارت کارهای داخله بوده است نشان داده است که فرزند شما 69 تا ویدیو ابرشنی کرده است. یعنی که بعضی همین رژیم ما رژیمی که ما امروز ساختیمش یک رژیم دیکتاتوری و خونخوار و ناعدالتانه و هرچی که من در این 69 ویدیو حتی خودم نمیدارم که 69 ویدیو دارم یا ندارم و امروز رژیم خودکامه رحمانوف حساب کرده است که گویا که من 69 ویدیو ابرشنی بعضی این رژیم حکومتی رحمانوف داشتم و من به این رژیم خودکامه رحمانوف یک چی گفتنیه. یعنی که شما دسترسی به اینترنت داره، به یوتیوب داره و هرچی گفته ما ظلم های شما را ناعدالتی های شما را به مردم رسانده ایستادیم. یعنی که خطر شما از آن است که باید سیرهای ما، دزدی های ما و کارهای تجاوزهای ما به جامعه تاجیکستان و دیگر شهروندان تاجیکستان نشان داده نشود. مقصد یگانه شما همین است و شما میخواهید که ظلم فشار بالای پدران مادران بکنه که تا که ما از این راه بر بگردیم. و من خطاب مستقیما در این شبکه اینترنت میکنم که شما دیگر راه ندارید. شما فشار بالای پدر مادر میارید، فشار بالای فرزندان میارید، زن میارید، این دیگر شما را بدلتون نمیخوره، چون که شما همون معصهای همون خطهای قرمزی بودن که باید شما اونها را عبور نمیکرده، ملت ظلم نمیکرده، ملت خوار نمیکرده و دیگه شما علاقه اون معصا را یعنی همون خط قرمزی را شما دیگه عبور کرده. دیگه ما مجبور شدیم که به ضد شما خونخوارا چیکار کنیم؟ گپ زنیم و مردم و چهرهای پلید شما را به مردم نشان بدیم که شما نه خدمتگار ملت وطن هستید، بلکه شما یک دزد، یک قاتل، یک خونخوار هستید که از سالهای 90 تا آرنج دستهای شما پر از خون هستند. و باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.